شبستان. با یک تیچلند دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. یه سوالی ازتون دارم. دوستای من، چه چیزی باعث روشن شدن میشه؟ یا بهتره بگیم چی باعث میشه که همه جا پر نور بشه؟ چی باعث میشه که ما بتونیم خیلی راحت اطراف رو ببینیم؟ خوب فکر کنید. آها، آفرین به شما. نور خورشید، نور شمع، نور لامپ، فانوس، چراغ، همه اینها باعث روشن شدن اطرافتون میشه و میتونید به خوبی اطرافتون رو ببینید. خب حالا که خیلی خوب و قشنگ میتونیم اطرافمون رو ببینیم، چه اتفاقی میفته؟ بله، سایه ممکنه تشکیل بشه. خب سایه چی هست حالا؟ به این پسر کوچولو با دقت نگاه کنید. چطوری با دستاش داره سایه بازی میکنه؟ بریم ببینیم سایه چیه اصلا. مثلا سایه دوستاتون، مثلا سایه یک ابر بالای سرتون، یا تو پارک که دارین حرکت میکنید سایه تاب و سرسره. وقتی که خورشید یا هر چیز نورانی به یه جسمی میخوره، پشت اون جسم سایه تشکیل میشه، یا بهتره بگیم پشت اون جسم سیاه میشه، تیره میشه. پس وقتی نور هست همه جا هم سایه وجود داره و سایه تشکیل میشه. خب شاید این سوال براتون پیش بیاد که جهت سایه رو چجوری میتونیم تعیین کنیم؟ آیا اصلا سایه جهت داره؟ میتونه مثلا به راست بره، به چپ بره، یا مثلا درست زیر پای یکی تشکیل بشه؟ بله، جهت سایه ها هم میتونن مشخص بشن. یادم باشه بستگی به جهت تابش نور داره این جهت سایه‌مون. مثلا اگر جهت نور ما متمایل بشه، کج بشه، راست بشه، جهت سایه هم تغییر میکنه. خب به تصویر بعد با دقت نگاه کنید. این آقا پسر داره توی یک باغ قدم میزنه. خورشید خانم درست بالای سر این آقا پسر. خودتون بگین سایه‌اش کجا تشکیل شده؟ آفرین به شما، سایه این پسر درست زیر پاش تشکیل شده. من با یه فلش قرمز سایه این آقا پسر رو نشون دادم. خب حالا میخوایم جهت خورشید رو تغییر بدیم. چه جالب! وقتی جهت تابش خورشید تغییر کرد، جهت سایه هم تغییر کرد. به فلش قرمز با دقت نگاه کنید. جهت سایه تغییر کرد بچه ها جون. چرا؟ چون خورشید خانم جاشو عوض کرد، مسیر تابشش عوض شد. احسنت به شما. خب حالا باز دوباره خورشید خانم اومد سمت راست تصویر. نگاه کنید، باز دوباره جهت سایه من عوض شد. با فلش قرمز جهت سایه رو نشون دادم. ببینید خورشید خانمی که به سمت راست اومده، جهت سایه هم عوض شده. امیدوارم از این تیچلند هم لذت برده باشین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.